امشب 7 بهمن ماه تولد من، تولد 32 سالگیم به شهر. اینم کامش خوشکام باشم و کیرم تو نظام جمهوری اسلامی. البته می حکومت جهانی جوریه، هیچ کاری بری مردمش نمیکنن، فقط هدفشان کیر کردن و گذراندن روزگار و مردم. نه خوی نظام جاکش هم هیچ کاری برای مردم نمیکنه و من تو 32 سالگی و همه اطرافی هم میبینم یک به یک تعدیقتر و ورترن. پس کیرم توی دنیا. قصه مادرت را